برادران عزیز، خواهرمو در سن یاشتینه و سن 22 یا 23 رفتن. بسیار با تقوا بودن. حالا بعضی منها بچه ها یکی تحصیل داشتن و پیش این کس هم درس میگرفت که امروز فرزندان مسلمان طلب العلم فریضة علی کل مسلم و المسلمة صدق رسول الله. خواهرای ما، خواهرها و اپاهای ما همه از این تعلیمات دین به بهره ماندگی‌اند. برای که دل ما و شما برادران ملال نشویم. علی علم و بزرگاه و دین نمیسوزه. اگر به دین مسوزه هر کس خانه‌ش و دخترش اگر تربیت بکنه الحمدلله دین هیچ محل خار نمیشه. خاری مسلمان، خاری دین شکستش همش از سبب بی‌پروایی و بی‌عملی اهل علما است. این خواهرمون بسیار طالبا که در اینجا بودن در شاگردی حضرت ایشان ملا امیر بسیار صفت تقواش میکنند. حتی دین در بلوچستان که بود بسیار کسل حالت وزمین داشت که همون طبیب آمده خواهرم اجازه بودی من یک دیر طبیب از خدا نمیترسی تنه من نمیقفی در حالت جانتیش زنها و خواهرای ما صحت سلامت در خدی کوچک کنیلیش میگردن بی سر بی پا بی حیا. ببینه برادران اسلام و حالا اینکه دعوا دار همه مسلمان هستیم. کدام مسلمان؟ کدام اسلام؟ این اسلام هرگز خدا قبول نداره. این فاحشه گیره، این رسوا گیره هرگز خدا و پیغمبر امتت نمیگیره. اسلام انمیره میگه که در حالت جان دادن اجازه دادن است که طبیب دست به تنش برسونه. خواهش میکنم از علما در هر کجایی که باشن امر معروف کردن نهی منکر بکنن، از ظالمان نترسن، از خدا بترسن. انما یخشی الله من عباد العلماء. اگر عالم هستی وارد پیغمبر هستی برای کرسی و منبر مسجد دین تا از دست ندی و نقشه ظالم کار نکن و نقشه خدا و رسول کار کن. منبر پیغمبر هم معنی کرده فقط را خدا میپرسه که در دین و در اسلام چی خدمت کردی و کدام زبان بسم الله گفتی در منبر پیغمبر ششتی. امر معروف کردی چرا نهی منکر نکردی؟ چرا ایسر لیج گم ندادی؟ چرا ایکونی لیج گم ندادی؟ مدرسه را بسن چرا گم ندادی؟ چشم مسلمان نبود وقتی پیشوا شدی بالا را گرفتی چرا مسلمان نادیده گرفتی؟ اینا چیست؟ همین است که امروز خاری مسلمانان است که نماینده مسلمان در خود بالا رفته 6 میلیون مسلمان به صاحب کجا میره کار نداره در غم جیبک شد. برادران عزیز، آیا صحابه ها در این دین خدمت نکرده بودند؟ آیا آنها جان نداشتند؟ آیا این دین برای ما و شما برای عباس برای بازی دادند؟ و هرچه که ما در حق خواهرم بگیم نگیم همه این طالبایی که دایی خواهرم خدی دست برسن شاگرد همین خدمتش بس شد. برادران ما باید هر کجا گام میزنم من خدی همینا کراشم هر کجا گام میزنم هر خطیب و هر وظیفه که دارن میبراین قسم نمیخورم قسم خوردن اوبال است غیر رعایه یگان سر رعایه نمینن فقط رعایه چی نمینن که کرسی تایپا و جامع نگیرن فقط کرسی قیامت فکر کنم که تر خدا سوال میکنه. منبر پیغمبر 3-4 سال 10 سال من کردی و کدام خاطر؟ به خاطر پیسه جمع کردن یا به خاطر در اسلام خدمت کردن یا به خاطر حق گفتن؟ خواهش میکنم از کسانی که مسئولیت دارند باید وظیفه‌شون خوب بشناسند که در نزد خدا و پیغمبر